نظرم ما توی دنیای امروز خیلی درگیر این هستیم که هویت داشته باشیم و یه پرسونالیتی از خودمون نشون بدیم و بخش زیادی از این خواسته ما به لباسی که میپوشیم ربط داره. من یک کتابی گرفتم به اسم مد و فلسفه و میخوام بخشی که ازش جالب به نظرم اومده رو باتون به اشتراک بذارم و اینم پارت 1. این کتاب 5 تا بخش داره. توی بخش اول درباره این که چقدر ما باید به ترندها اهمیت بدیم و آیا واقعا ارزشش داره یا نه حرف بزنه و این توهم ترند بودن و که چه چیزی یک شی رو مدگرایانه میکنه و اینکه واقعا قربانیان مد کیا هستن میشه مطالبی که توی بخش اول دربارش حرف میزنه. اما چیزی که توی همه این بخشا برای من جالب بود همین مسئله هویت سازیه. چرا؟ چون که ما توی دنیای امروز خیلی تلاش میکنیم که یه هویتی رو از خودمون به آدما نشون بدیم. درسته که راههای ارتباطی زیادی وجود داره، اما یکی از بی‌کلام‌ترین و تاثیرگذارترین راه‌ها دقیقاً همین لباسایی که میپوشیم. منظورم از حرفایی که میزنم چیه؟ تو این کتاب خیلی اشاره میکرد که لباسی که یه پرستار میپوشه، لباسی که یه پلیس میپوشه و لباسی که یه مربی مهد کودک میپوشه، هر کدوم حاوی یه پیامی ان که قراره به آدما منتقل بکنه. این پیام چجوری انتقال پیدا میکنه؟ توی جامعه میبینیم که یه چیزی خیلی ترند میشه، همه استفاده میکنن، مثل لبوبو، و یا یه چیزایی هستن که از قبل همیشه ثابتن و همیشه ترند محسوب میشن و همیشه آدما از اون مسئله خوششون میاد، از اون مدل لباس خوششون میاد، یا اون مدل رنگ همیشه رنگ جذابی باقی میمونه. اما چرا مهمه که ما چی میپوشیم؟ اگه بیایم از لحاظ رنگ بررسی بکنیم که هر رنگ یه پیامی رو منتقل میکنه. اگه بخوام برات مثال بزنم اینجوریه که کسی که رنگ قرمز میپوشه مثال از اینکه آدما بهش توجه کنن بدش نمیاد، یا کسی که رنگ مشکی میپوشه یک احساس مرموز بودنی توی طرف مقابلش ایجاد میکنه، یا کسی که رنگ آبی میپوشه احساس اطمینان به آدم‌ها میده و این همون دلیلیه که بانک‌ها برای طراحی‌هاشون و لوگوشون و یا حتی تمی که داخلشون وجود داره از رنگ‌های آبی استفاده میکنن، چون این احساس اعتماد و اون رنگ به آدم‌ها میده. و این یه مسئله اجتناب ناپذیره که ما با دیدن هر رنگی یه احساسی درمون به وجود میاد. پس این مرحله اولیه که مهمه که ما حتی چه رنگی میپوشیم. نکته دوم این که حتی فرم‌ها و خط‌هایی که توی لباس ما وجود داره هم هویت ما رو به آدما نشون میده. مثال ما وقتی که توی طراحی می‌خوایم نشون بدیم که یه چیزی خیلی جدیه و یه چیزی خیلی قدرتمنده، میایم از خطوط تیز استفاده می‌کنیم، مخصوصا اگه خطوط تیز توی سرشونه باشه. و این همون دلیلیه که لباس‌های مردونه مثل کت و شلوار سرشونه‌های بزرگی دارن و اون تیزیه رو داخلش میتونیم ببینیم، و یا مثلا احساس لطافت و لطیف بودن رو توی روون بودن پارچه‌ها میتونیم ببینیم. و این همون دلیلیه که دامن و زن‌ها استفاده میکنن، چون همچنان این حسیه که منتقل میکنه به طرف مقابل و مخاطب. همه حرف من و همه چیزی که من از این کتاب فهمیدم این بود که لباسی که ما میپوشیم تعیین کننده شخصیتی است که داریم و جایگاهی که قراره توی جامعه داشته باشیم یا میخوایم که داشته باشیم یا اصلا داریم. پس مسئله پوشاک و مسئله مد مسئله بی اهمیتی نیست، چرا که هویت شخصی ما رو در بر میگیره. درسته که نسبت به مسائلی مثل فقر، نمیدونم مسائل اقتصادی، گرسنگی و چیزای این شکلی نمیشه خیلی بگیم مد مهمه، اما بعد از اینها مسئله هویت انسان مسئله مهمیه و لباس دقیقاً همون چیزیه که بخش مهمی از این هویت رو تشکیل میده. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه اینجور مسائل براتون جالبه میتونید منو سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارید. دوستتون دارم. خدافظ.